هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای هراتونی که تا دیروز میگفت تحریما فرصته، اما بالاخره به فشار تحریما اعتراف کرد و ترسش از قیام مردم رو اینطوری برملا کرد. خب تحریمی که علیه ملت ایران آمریکایی ها به کار گرفتن قطعا یک جنایته، یعنی در این تردیدی نیست. هدف کوتاه مدت این است که مردم رو به سطوح بیارن، ملت ایران به سطوح بیان، خسته بشن، آشفته بشن و در مقابل دستگاه حکومت بیستن. این هدف اولی است. بعد هم این بوزقلموی عمامه‌دار رو به صحنه فرستاد تا ترس آخوندها نسبت به تنفر عمومی از حکومت رو با این روزه ها نشون بده. هر جا امتی از امام خودش اطاعت کرده، والله بدون هیچ اغراقی دارم عرض میکنم، هر جا اطاعت بوده برکت بوده، آرامش بوده، پیشرفت بوده و تمام مشکلات به هم ریختگی ها و فقرها و هنجار شکنی ها معلول خروج از خط حکومت الهی است، حکومت عدل است، حکومت علم است، حکومت فقه است، حکومت اخلاق است. آخوندهایی که تا دیروز قمپوز اقتدار و ثبات در می‌کردن حالا به روشنی از کابوس تغییر نظام حرف میزنن. دشمن در سعی است در ماه‌های آینده تلاش‌هایی را انجام بدهد که باید ما آگاه باشیم. یک، القاء یأس در مردم به آینده و اینکه تغییر نظام موجب بهبودی وضع زندگی مردم می شود و شرایط اقتصادی داخل و خارج رو هم برای خودشون محک و دلیل قرار دادن که برای برون رفت از وضعیت کنونی تنها چیزی که میتواند زندگی مردم را روشن کند تغییر نظام است. این هم واکنش بسیجی ها نسبت به این روزه های آخوندک ها. این معاون کله کرونایی وزارت بهداشتم همه چیز رو به دشمنان نظام در آلبانی نسبت میده و ترسش از آلترناتیو رو به این شکل میده. دوم، خط تبلیغاتی هم تعقیب کنید ببینید از کجا میاد. یه تعداد دنبال فالوورن، یه تعداد از خارج و آلبانی دارن کار میکنن، یعنی آرامش ما به هم بخوره دوست دارن. یعنی کنکور برگزار کنیم میگه نکن، بگی نمی کنی میگم ببین اصلا چقدر مملکت ریخته به هم که نمیتونم برگزار کنم، تبدیل میشم به برگزار کننده کنکور منتها یه اکانت دیگه. مواظب باشیم خیلی هم تو زمین دیگرون بازی نکنیم و اون چیزی که به صلاح مملکتمونه. حکایت تلاش آخوندا برای خروج از بحران یه چیزی تو این مایه هاست. وضعیت واقعی آخوندا در این شرایط رو از زبون این وزیر تاریخ در رفته نظام بشنوید که رک و راست به دوربین نگاه میکنه و میگه افتادیم تو چاله. ببین ما افتادیم توی چاله، یه موقع از بیرونید باید عقلتو به کار بیفتی نیفتید چاله. یه بار افتادید چاله هی دست و پا میزنید، بدتر مثلا اون سنگم میریزه سرت. حالا تو اون وضع این باید ببینیم چه کار. این که بگیم اینو بهشتش میکنیم شدنی نیست یه روز. سپاه پاسدارانم برای بیرون کشیدن عظما از چاله‌ای که توش افتاده به فکر برگزاری یک مانور مسخره افتاد. از این پس اعماق زمین هم برای دشمنان ایران امن نیست. دومین روز رزمایش با شلیک موشک‌های بالستیک از عمق زمین آغاز شد. برای اولین بار در دنیا شلیک موشک‌های بالستیک از اعماق زمین رو انجام دادیم. پس از این نمایش اقتدار نوبت به پهپادهای هوافضای سپاه رسید تا اسکورت‌های ناو هواپیمابر شبیه سازی شده و پل فرماندهی آن را نابود کنند.
یه تیکه تخته رو هم به عنوان ناو دشمن انداخته بودن توی آب که طبق معمول امن‌ترین جای دنیا بود، چون موشکاشون به همه جا خورد الا به این هدف. ته خطم به سبک فیلم بالاتر از خطر اینطوری قل خوردن روی هدف. پدافند آخوندا باید نشونگیری رو از این مادر یاد بگیره که اینطوری به خال میزنه. قشنگ اول این هفته شیخ فریه که یه مملکت رو قورت داده، بعد از ترس اعتراضات مردم طبق معمول فیگور بیخبری میگیره و از این خالیا میبنده. دشمن راه سومی رو در پیش گرفته و اون راه سوم ایجاد شایعات روزمره در میان مردم. هر روز یه شایعه در میان مردمه. امروز همه میگن آقا کوههای ما رو فروختن. چجوری کوهها رو فروختن؟ بعد میگن نه کوهها رو همه وقف کردن. 2 مرتبه روز بعد میگن آقا جنگل‌های ما رو فروختن. روز بعد میگن نه جنگل‌های ما رو وقف کردن. این چه بازی ایجاد نگرانی، ایجاد ناراحتی در مردم. مگر میشه امفال، مگه میشه بیابون، مگه میشه مرتع، مگه میشه جنگل، مگه میشه کوه، مگه میشه دریا، اقیانوس وقف کرد؟ اگه به این راحتی بود تو هممون وقف میکردیم، همه اقیانوس‌های عالم وقف میکردیم. بازار جنگ و دعواها توی نظام ولایت روز به روز داغ‌تر میشه و نوچه‌های عظما اینجوری با شیخ فری تصفیه حساب میکنن و این دولت تا 1400 میمونه، استعفا هم نخواهد داد، باید مأموریتش رو دقیق انجام بده. یعنی وقتی این دولت از اینجا پاشو بذاره بیرون شهریور 1400 دیگه باید ایران یه ایران مخروبه باشه، هیچ نشانه از اقتدار توش نباشه. هر جا یک جو نشونه اقتدار دارن میزنن، خیلی جاها رو دارن میزنن. الان آدم پشت این تریبون نمیتونه بگه نامردا کجاها رو هدف گرفتن. همه اون چی که تو این سالها با چنگ و دندون، با زحمت و شب نخوابیدن ها و تلاش دانشمندان به دست آوردیم دارن دونه دونه میزنن. استعفا بده این دولت، مأموریتشو کی انجام بده؟ شاه یه کتاب نوشت مأموریت برای وطنم، نمیدونم شاه فعلیه کی میخواد کتاب مأموریت برای وطنم نسخه دومش و جلد دومش رو باید شاه فعلی بنویسه، شاهی که نه مجلس جرأت استیضاحش رو داره نه کسی میتونه حرف بزنه. این لات کوچه های خلوت یعنی پاسدار عباسی هم به آخر خط بودن نظام اعتراف میکنه و با این پسگردنی ها از شیخ فری و مشاورش پذیرایی میکنه. ما دیگه به ته خط رسیدیم، برجام هم که سقوط کرده، این باغ گلابیش هم توی رعد و برقایی که زده شد و جنگل ها توی استرالیا سوخت، این مزرعه برجام و گلابی ما هم سوخت، دیگه میله گلابی برجام رو مردم به خوابم ببینن. لذا ما باید چه کار کنیم؟ جلو اینا رو بگیریم، نذاریم که تلویزیون برن به مردم بگن برجام تموم شد و مکانیزم مارشال و اروپا هم برجام نابود کرد. خب فضای سایبر چیکار کنیم؟ حسابای توییتریشون رو ببندیم، پیج اینستاگرامشون رو ببندیم، توی کانالای تلگرام هم اینا رو به چرا مرگ تدریجی کنیم، هر روز درصدی از ممبراشون بریزه، فضای سایبر رو بهشون ببندیم، تلویزیون هم ببندیم. تو مسجدها و دانشگاه کیا میرن حرف میزنن؟ این امثال عباسی اینا. آقای دستگاه اطلاعاتی اینا رو بگیر، خفه کن، ببند. خودتو مسخره نکن آقای باشی، خودت به رئیستو مسخره نکن. رایت دور توییت زدم گفتم ول کن دهن به دهن بچه‌ها شروع بر بزرگترشو بگه بیاد. توی این اوضاع و احوال مداحان حکومتی هم صداشون رو انداختن روی سرشون و با این نوعای دوغکی به دنبال جمع جور کردن عمامه پریشون عثمان. از تو خواهیم باز شنکن که مجدازدان گیری آقا فرمود علاج کرونا جاز زندم پس علاج قتل است
عظما هنوز که هنوزه دست از نشکشی قاسم سلیمانی بر نمیداره و با این ترانه‌های دوزاری میخواد بسیجی‌های هراسون رو سر پا نگه داره. رهبر معظم که فرمود به تو شهید زنده، به خاطر درایتت بود الهی باش پاینده. دست تو رو از بدنت جدا کردن نامردا، مثل عباس علی برو دلاور به همراهت خدا. قاسم سلیمانی قهرمان ایرانی، به خاطر رشادتان تا ابد میمانی، سردار دلهایی. این فیگورا و مانورای مسخره دردی از عظما دوا نمیکنه و آخرش تنها چیزی که تو تقدیرشه کله پا شدنه. این هم یه نمونه از دست و پا زدن‌های آخوندهای دین فروش در عرصه جنگ نرم و روزخوانی به زبان انگلیسی که فقط مایه تمسخره. Me of my crime, I'm ready to go through pain as long as I am with Hussein. I'm ready to go through pain as long as I am with Hussein. To be with you is all I want. To be with you is all I want. حسین حسین. مشنگستان این هفته رو با اراجیف بزبز قندی درباره امام گوربگوریش به پایان میبریم که به بزدلی خمینی در برابر شاه و مفتخوریش اعتراف میکنه و میگه امام میگفت مبارزه مسلحانه کارآمد نیست و آدما رو به کشتن میده. البته بزبز قندی نمیگه که وقتی امامش به قدرت رسید خودش هزاران جوون رو کشت. اون زمان یه عده آمدن پیش امام گفتن که جنگ مسلحانه با رژیم شاه میخوایم بکنیم. اونجوری که نقل شده امام جهاد مسلحانه رو حرام نمیدونست، نامشروع نمیدونست، اما کارآمد نمیدونست. میگفت نتیجه ای نداره، یه عده رو میزنه میکشین، فوری یه عده نوکر و مزدور دیگه میذارن جاش. یه عده مأمور رده پایین رو میگوش، مثلا میرفتن مأمور بانکو میزدن، اینا که کاری چریکی میکردن مذهبی و کمونیست، یه پاسبان دم بانکو بدبخت میکشتن، بانک رو میزدن. اینو شد براندازی شاهنشاهی. یک ستون برق رو جشنای 2500 ساله تو بیابون منفجر میکردن، اصلا کسی هم نمیفهمید. بعد یه مرتبه 30 تاشون گیر میافتادن. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی این هموطن گیلانی جلب می‌کنیم که قبلا هم کنسرت‌های تک نفرش رو در خبر تو خبر پخش کرده بودیم. حالا این شما و این یکی از آخرین کارهاش.